مراحل نصب برچسب روی صفحه کانتر. کل صفحه رو شیشه پاکن میزنیم و بعد با یک کارتک تیغدار سطح صفحه رو تمیز میکنیم که چربی و روغن یا چیز زیرش نباشه. یه دستمال سطح کار تمیز میکنیم. کاغذ پشت برچسب رو اینجوری میکنیم. برای این کار اگه 2 نفر باشید راحت میتونید این کار انجام بدید و با یه کارتک به راحتی به سمت بغلا هواشو خارج میکنه. یه هر جا احیانا خرابی چیزی پیش اومد دوباره اینو بلند میکنه. به همین صورت ادامه کارشو با کاتر برش میزنیم، اضافهشو برمیداریم. با دستتون به راحتی شما میتونید لبشو خم. اضافه هاشم میدیم قشنگ زیر که وکیوم بشه. اضافهشو با کاتر دوباره میگیریم. لبه ها رو به این صورت. لبه ها رو که خم کردیم یه سشوار خونگی یا سشوار صنعتی به این صورت میگیم که وکیوم بشه.